کاری داشتین؟ یالا بالاخره رسیدی؟ خیلی دیر کردی آقای غلامی. ترافیک سنگین بود، ترافیک گیر کردیم اینا. کاری داشتین ماما؟ همون میخواستم یه موضوعی بهت بگم، یه اتفاق بدی افتاده، خبرش خیلی ناگواره. بعدم جدیدی دعوا بابا را انداخت. نه بابا خیلی مهمتر از این چیزاست. آتشفشان دماوند بازم فوران کرده. کاشی آتشفشان دماوند فوران میکرد، خیلی بدتر از این حرفاست. بابا دغمرگمون کردی، بالاخره بگو چی شده؟ همینو میخوام بهت بگم، در رابطه با همکارت انوش زمانیه، معاون خودم. خب چی شده؟ چی شده؟ همینجور که در جریان تصادف دیشبش هستی، دیشب تصادف کرد، ضربه مغزی شده، بردنش بیمارستان سینا. بله. دکترها ریختن رو سرش، دیدن اورژانسه، سریع میبرنش اتاق عمل. درکت میکنم، رفیقت بوده، سالیان با هم بودی. نه بابا ما که برای اون گریه نمیکنم. پس برای چی گریه میکنی؟ از صبح بلند شدیم کت شلوار فرستادم برای خوشی، الان کت شلوار ندارم بپوشم که. کت شلوار برای چی برادر من؟ برای تحریم همین مرحوم. مرحوم کیه؟ بابا انوش رحمت الله علیه دیگه. وای زبونت گاز بگیر، او زنده است نمرده برادر من. یعنی انوش زنده است؟ آره دیگه. آی بخوش که تو شانس. آخه دیگه خدا این دیگه کی میخواد تموم کنه؟ دیگه کی میخواد جونو بگیری؟ کی ما دیگه باید دست این راحت بشیم؟ چیه داری با خودت حرف میزنی؟ میگفتم خدای شکر این خب بالاخره تو همینجوری زنده مونده. داشتم دعاش میکردم. خب داشتی میگفتی. خب همینجوری که داشتم میگفتم دکترها اینو میبرنش اتاق عمل. بله. سرش میشکافن که رو مغزش کار کنن. مغز؟ آره. انوش میگه مغزم داشت. حتما یه سری خرت پرتا داره، ولی دکترها رو چی میخواستن کار کنن؟ همین که میره زیر عمل سر میشکافن، همه چی میریزن رو میز، اینا برقط میشه. باز چی شد؟ بابا من چند بار به تو میگم بابا من کت شلوار والا به خودم ندارم بپوشم، برای چی بپوشم؟ آقای غلامی من که گفتم این نمرده برادر من زنده است. یعنی انوش تو این شرایط هم زنده است؟ آره برادر من. آی بخوش که شانس اسرائیل بی بخار. دیگه کی میخوای جونه بگیری تموم کنی؟ بابا 99% به خدا با پای به خودش اومده، 1% بخار نداری جونه بگیری. باز چی داری با خودت حرف میزنی؟ هیچی داشتم دعاش میکردم، خلاصه تو این شرایط هم زنده بود. خب داشتی میگفتی؟ خب همین دکترها هول میشن، دست باچه میشن، هر چی خرتپه رو میز بوده میریزن تو مغزش، سرش گره میزنن میفرستنش بیرون. خب میخوام بگم حالا داره میاد اینجا. گوشی دکترهای جراحی نامه دادن آقا این بقایت احساساتی شده، رقیق القلب شده، یعنی هر چی که میخواد باش بگی چشم، هر کاری داشت باید در لحظه باید براش انجام داد. والا به خدا قبلا هم هر چی میخواست براش انجام میده، اصلا انجام نمیده زمین با آسمان این بشر میدو. بابا کی میخواست این اصلا جمع و جورش کنه؟ میگم الان ضریب خورده. جدی میگی؟ والا یعنی خیلی بیشتر. آره فقط میخوام همینو بهت بگم. به خاطر چی صدات کردم اینجا؟ الان او تو راه داره میاد اینجا. تو رو صدا کردم که با این که اومد اینجا یه چند وقتی هواشو داشته باشه زودتر خوب بشه. گرفتی؟ بله احتمالاً الان تو راهه، گوش می داره. بیایم بیا استقبال گرمی هم ازش بکنیم. یا الله. سلام آی بچه ها، من یامم دوست شما. ما میریم به مدرسه با الفانت شویه. بابا با کیه؟ بابا جون. بابا خجالت بکش. بابا چیه؟ نامه. مثلا بابا جون چیه؟ نه گریه نکن بابا جون، قربونت برم بابا جون. چی میخوای بابا جون؟ بابا من مامانم میخوام. مامانم میخوام. یا قمر بنی هاشم. مامان از کجا برات بیارم؟ مامان کجا؟ مامان جون. وایسا اونجا خسته خونده خجالت بکش میگه مامان. نامه. بابا اینگاه تو یه دقیقه برو من. اینگاه تو حالی نیست. الان به ما میگه مامان، فردا میگه خاله، پس فردا عمه، بعد میگه همه خانواده بیار. کی میخواد جمع جورش کنه؟ مامانم. دو دقیقه لال ببینم خودم دارم با بابات صحبت میکنم. بابا آقای محمودی تو رو بحث جواب تو دیگه ساکت وایسا، دارم اینو ساکتش میکنم. آقای غلامی واجب گیر افتاد. آقای غلامی یه دقیقه بیا اینجا. فکر کنم اوضاع خیلی وخیم‌تر از این حرفاست. نگفتی چی؟ تو نامه اینجور موارد نیومده بود که اینجوریه. ببین الان من میرم پیش دکتر جراح، گوش میدی
ببین آقا این وضعیتش اینجوریه، این که الان خوب نشده. گوش می فقط هواشو داشته باش. من میرم و برمیگردم. تو خدا فقط زودتر بیاد. نه سری میام. جدی میگی؟ والا سری میام. آقا در ضمن ببین تعیین نامه یه چیزی نوشته بود، این نوشته بود هر چند دقیقه یک بار کاراکتر عوض میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی وحشی میشه. یعنی چی؟ وحشی میشه. جدی میگی؟ والا. این چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ همون لحظه که به هوش میاد از تو اتاق عمل چشم باز میکنه میپره با دندوناش دماغ دکتر جراح ریشه میکنه. جدی میگی؟ خدا الان دکتر جراح بدون دماغ. خب نگاه کن بذار من باطل بیام. ترسیدی؟ من؟ آره. من از این بترسم؟ قیافت اینجوری نشون میده. بابا به ما میگه ایسی پلنگ، به خدا همینجا فکشو میارم پایین. پس هواشو داشته باش. فقط زودتر من سری باش. فقط یه نکته ببین یادم رفت اینو داشته باش. این چیه؟ اینو بگیری طرفش گوش میدی رام میشه. جدی میگی؟ والا رام میشه. پسر خوبیه. نه والا باش. گرفتی؟ باش. من میرم. الان میرم سریع برمیگردم. فقط زودتری بیا دیگه. باشه جلو نه اونجا. نگاه کن به خدا منم مامان من بخوام. اون آقای محمودی با اون قیافه زمختش اونم مامان میخواد. عباس جدیدی با اون هیکلش به خدا اونم مامانش میخواد. تو این کمبود مامان تو با آقای محمودی مطرح کن حتما باید تعیین بکنه. جلو نه. جلو نه اونجا. مامانم میخوام. جلو نه. من مامانم میخوام. آقای غلامی اینجایی؟ من کجا؟ اینجا کجاست؟ حالت خوبه؟ آقای محمودی کو؟ آقای محمودی همینجا. من خوبی کردم؟ نه تو رو خدا من خراب کردم؟ جدی تو رو حالت خوبه؟ آقای محمودی کجا؟ تو هیچ مشکلی نداری؟ نه من شوخی نکن. بخون